دلهای سلیم یا علی میگویند، مردان کریم یا علی میگویند. امشب سر سفره‌های خالی از نان، اطفال یتیم یا علی میگویند. خیلی خیلی ممنونم که نگاه‌های مشتاقتون همچنان گره خورده به برنامه یاد خدا. با افتخار پیش روی شما هستیم در شام شهادت از امیرالمومنین امام علی علیه السلام و محضر استاد عزیزم آقای رمضانی بزرگوار که این نوبت هم قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. عرض تسلیت قبول باشه عزیزداریا. ان شاء الله ان شاء الله. مخلصیم. به مدد دعای شما قبول باشه. اختیار دارین بزرگواری. سلامت باشید. زنده باشید. خب عرضم موضوع شما که ما اگه خاطر شریفتون باشه تا به حال توی این 3 شبی که افتخار داشتیم خدمت استاد بودیم به این سوال زحمت کشیدن پاسخ دادن که چه نیازی هست اصلا بین انسان و خدا، یک انسان دیگری، یک انسان کامل، تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه باید باشه. چه نیازی چه ضرورتی هست به این سوال پاسخ دادن و به اینکه جایگاه محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، امام انسان کامل، در دل و قلب ما، در وجود ما چه جایگاهیه و چه درجه اهمیتی برخورداره. میخوام ازشون خواهش بکنم خدا کنه قبول بکنن، برای هم خودم که دوباره تداعی بشه و تجدید بشه و هم برای عزیزانی که احیانا از امشب بیننده ما هستن یه چکیده کوچولوی مختصر. آره خواهش میکنم چشمم میگذارم. زنده باشیم و بعد بریم وارد فضای جدید بشیم. امشب دلم میخواد اگرم صلاح دونستین دیگه بریم سراغ امیرالمومنین، از محبت مولا، از حب علی بن ابی طالب برامون. ان شاء الله ایشون خودشون اجازه بدن که این اتفاق بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما داریم در رابطه با جایگاه محبت علی بن ابی طالب علیه السلام در دین و در هستی صحبت میکنیم. درست. و داریم اجزای این پازل رو دونه دونه میچینیم تا به این نقش کامل برسیم. درست. همونطور که فرمودید ما اصلا از اول سوال کردیم که چرا باید بین ما و خداوند متعال یک انسان واسطه بشود، واسطه پذیرش ما. جواب دادیم که اصلا یک سری از عیوب در انسان هستش که در رابطه با خدا از بین نمیره، با وجود یک انسان دیگه از بین میره. ما راجع به این موضوع صحبت مفصل که داستان ماجرای شیطان در قرآن کریم همه رو مرور کردیم. بله اون. بعد گفتیم که در درون انسان محبت چه جایگاهی داره، چون ما میخوایم در رابطه با محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کنیم. ما باید در رابطه با اصلا جایگاه خود محبت اول در وجود انسان صحبت کنیم. گفتیم که در وجود انسان عمیق ترین محبت فرمانده همه ابعاد دیگه است. فرمانده عمل هست، فرمانده اندیشه هست، فرمانده علاقه های دیگه هم هست. وقتی که این رو متوجه شدیم که عمیق ترین محبت در وجود ما فرمانده هست و بعد در شب بعد گفتیم فرمانده هستی اهل بیت علیهم السلام هستن که با اون بحث تصورات ذهنی و مثالی که زدیم و تطبیق آیاتی که دادیم این موضوع رو بهش پرداختیم. یه زیارت امام رضا ما رو برد. امام رضا علیه السلام ایشون اجازه دادن ما یادشون بیافتیم. الحمدلله. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که ذکر از مذکور شروع میشه تا او یادت نکنه یادش نمیافتی. خدا رو شکر. همیشه از آسمون به زمین میباره. آره. بعد از اینکه این رو مطرح کردیم اگر تا آخر این گفتگو زنده بمونم میخوام در رابطه با محبت شخص امیرالمومنین صحبت بکنم. انشاءالله که 120 سال عمر با عزت رو در خونه امیرالمومنین.
در رابطه با محبت امیرالمومنین علی علیه السلام میخوام یک مقدمه ای رو بچینم تا اون نقش محبت این شخص در دینمون مشخص بشه. بفهم. ما مفهومی داریم به نام حیات، زندگی. خب بله. میخوام در رابطه با این مفهوم حیات صحبت بکنم اگر توفیق بدن و بعد در رابطه این موضوع با محبت هم. در کل تاریخ بشریت تنها کتابی که الفاظش از خداست قرآنه. بله. هیچ کتاب دیگه‌ای الفاظش از خدا نیست. حتی کتب آسمانی دیگه. کتب آسمانی دیگه مفاهیمش نازل میشه بر نبی، ولی کلمه رو خود نبی انتخاب میکنه. اما اینجا 0 تا 100 از خدا. لفظ تو قرآن اومده رسول الله در لفظ دست ببری رگ دستتو میبریم. فرق البته کلامی که حضرت موسی علیه السلام انتخاب بکنن نوره، اما فرق هست بین کلام من معصوم با کلام الله. بله. کلامی که هم وزن معصومه. انی تارکون فیکم الثقلین هم وزن کتاب الله اطرتی. لذا الفاظ قرآن خیلی مهمه. در این قرآن یک گفتگوی خیلی جالبی طرح شده که جالبیش هم عرض میکنم چرا. گفتگوی بین خدا و حضرت موسی علیه السلام که تنهایی بینشون گذشته و خدا افشاگر اون گفتگو، یعنی میتوانست تو اون تنهایی بمونه. و این گفتگو چه گفتگوییه که خداوند متعال راضی نشده پنهان بمونه و در کتابی که الفاظش هم از خداست طرح بشه بماند برای همه بشریت. واقعا گفتگوی جالبیه. خداوند متعال از حضرت موسی علیه السلام میپرسه که ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت؟ قال هی عصای، این عصای منه، اتوکل علیها و احش بها علی غنمی، تکیه میدم بهش، برگ میریزم برای گوسفندام. بعد تو روایت داریم که هیبت خدا حضرت موسی علیه السلام رو گرفت، نتونست ادامه بده، کوتاه کرد کلام رو. و لیه فیها معارب اخرى، کارهای دیگه هم میکنم. این گفتگو عجیب نیست؟ این چیه تو دستت موسی؟ این عصاه. چی کار میکنی؟ گوسفند میچرونم. به چه دردی ما میخوره که تو قرآن خدا بیاره؟ چیز عجیبیه. مثل اینکه من از شما بپرسم این چیه تو دستت، بگی موبایل، بگم چی کار میکنی باش؟ می زنگ میزنم، عکس میگیرم مثلا. خب که چی؟ که چی؟ آخه در گفتگوی خدا با موسی کلیم الله باید این بگذره؟ قبول میکنید گفتگوی سوال برانگیز و جالبیه؟ حتما همینطوره. بله. یا من فقط این حسو؟ نه همین که فرمودید من عرض کردم که خب که چی مثلا چرا باید این من فکر میکنم، برداشت منه، نمیخوام نسبت قطعی بدم به خدا، من فکر میکنم که خداوند متعال این گفتگو رو نقل میکنه، میگه ببینید موسی داره اینو عصا میبینه ها، موسایی که داره با من خدا حرف میزنه داره عصا میبینه. یه وقت فکر نکنید یه آدم معمولیه، اینی که چشمش بازه داره عصا میبینه، پس این واقعا عصاست. این فقط به درد گوسفند چروندن میخوره و این باید تو قرآن ثبت بشه. ولی در ادامه میفرماید که موسی این تا وقتی عصاست و تا وقتی فقط به درد گوسفند چروندن میخوره که من بهش حیات ندم.
وقتی من بهش دم میدم و حیات میدم، همینی که تا دیروز به درد گوسفند چروندن میخورد الان به درد فرعون رو ساقط کردن میخوره. فاصله بین عصایی که به درد گوسفند چروندن میخوره و عصایی که به درد ابرقدرت اون موقع رو ساقط کردن، فاصلش حیاته. زندگی بخشی. اینو بنداز زمین حیات بگیره، اژدها بشه. حیات این قدرت رو عطا میکنه. بله. حضرت عیسی علیه السلام از گل چیکار میکنه؟ هیچ. گل نهایت به درد مجسمه یا درزی رو گرفتن. فرماید که من با گل شبیه یک پرنده رو درست میکنم. خواهش میکنم به این لحظه توجه کنید. چشماتون گریون امام حسین علیه السلام. الهیام. این گل تقریبا هیچی نیست. فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله فتکون طیرا باذن الله. من که دم میدم پرنده میشه. این الان دیگه ترس میفهمه، این الان عشق میفهمه، این الان غریزه داره، این الان خیلی کارا میکنه، پرواز میکنه، میدونی اصلا حیات باعث این شده. زندگی. میگن یه روایتی داریم که میگن اون پرنده‌ای که حضرت عیسی علیه السلام خلق کرد خفاش بود. روایت داریم. حالا ما همین تجربه رو داشتیم. ما حیات بخشی رو؟ بله، ما حدود 3-4 ماه اول زندگیمون در شکم مادر یک تکه گوشت بیشتر نبودیم. به ما حیات داده شد. بعد روح دمیده میشه. روح که دمیده میشه این گوشت کارکرداش عوض میشه. همین یه تکه گوشتی که شبیهش توی قصابی ها هست الان میشنوه، میبینه، کارکرداش عوض شده. تمام این اتفاقاتی که داره تو جهان میفته با همین حیاته. و بعد که روح گرفته میشه دوباره میشه همان جسم در معرض فساد که 2 ساعت بمونه رو زمین خودشو نمیتونه جمع بکنه. دقیقا مثل همون گل است که تا یک آن قبل از اون دمیده شدن روح هیچ بود تقریبا و بعد همه چی شد. و بعد که دوباره این روح گرفته میشه دوباره هیچی میشه. به اندازه این که 2 ساعت هم بتونه خودشو مدیریت کنه نمیتونه. تا زمانی او همه چیز هست که حیات داره و روح بهش دمیده و روح داره حیات. دین ما عین یک جسد بیروحه. رو چه حسابی اینو میگین؟ روایات ما و مقدماتی که تو 3 جلسه قبل گذروندیم میفرمان نماز یک جسد بیروحه، روزه یک جسد بیروحه، مسجد یک جسد بیروحه. از کی روح بهش دمیده میشه و حیات پیدا میکنه و خاصیت پیدا میکنه؟ در دین ما روح حب علی ابن ابی طالب. ای جانم. بذارید به مثالاتون فکر کنیم حالا چون روح گفتیم. از وقتی که روح حب علی ابن ابی طالب دمیده میشه به نماز کارکرد پیدا میکنه. حیات پیدا میکنه. این حیات خیلی مفهوم عجیبیه. میذارید یه ذره بهش فکر کنیم؟ بله خواهش میکنم. یه فاصله بگیریم. هستم خدمت. دارم مثالاتون رو مرور میکنم و این حیات بخشی و اینها و اینکه حالا میفرمایید حب علی ابن ابی طالب حیات بخش دین ما. حیات بخش دین ماست. یعنی اون دم است.
اون روح دمیده است که اگر این دمیده نشه و نباشه جسده، جسده هیچ چی نیست. اون آب و گله از همون تیکه گوشت است بدون اینکه هیچ فعالیتی، هیچ تکاپویی، هیچ حیاتی، هیچ زندگی نیست توش. دقیقاً به کلام من منتقل شده. آره خدا رو شکر. تو این فاصله هم یه نجوایی بکنیم و برگردیم با همین حس خوب ادامه ماجرا از شما بشنویم. هستم خدمت. یا حبیب من لا حبیب له. بسم الله. الهی ای فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی. این بیت مقدم است برای بیت دوم. الهی ای فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی. الهی ای نفس بی حب مولا اگر رفتی ز سینه بر نگردی. داریم یاد میگیریم که حب مولا نباشه در حقیقت چیزی نیست. یعنی هیچ چیزی هیچ ارزشی نداره، اصلا وجودی نداره که بخواد ارزشی داشته باشه و به جانمون هم داریم مینشینه با توجه به مثالهای قشنگی که آقای رمضانی دارن میزنن و داریم استفاده میکنیم. خواهش می‌کنم. بسم الله. داشتیم در رابطه با مفهوم حیات، زندگی بخشی صحبت میکردیم. این مثال من جواب خیلی از سوالها هستا، لذا از بینندگان خواهش میکنم که این مثال رو کمی بیشتر گوش بدن. من استغفار میکنم از گناهی که کلامم رو بی اثر بکنه، بیننده ها هم استغفار بکنن از گناهی که گوششون رو نسبت به این روایات بی اثر کنه. الهی آمین انشاءالله. چه عرض میکنم؟ ببینید، یک انسان کاملا عضلانی و پرقدرت رو تصور کنید. یه ورزشکار حرفه‌ای که تمام بدنش عضلاتش اومده بالا، که این به واسطه مثلا یک درگیری خیابانی یا یک حادثه روح از بدنش خارج شده. ما با این همه عضله چه کار میکنیم؟ خاکش میکنیم. نمیگیم این همه عضله است، میگیم نه، حیات نداره. اون چیزی که به اون مفهوم میده، موضوعیت میده، اون روحشه. ولی بعد نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه نفری 2 ماه تو کماه، حتی نفس کشیدنش هم دست خودش نیست. نه قلیون هم هست، پوست و استخون هم هست و شاید به یک تعبیری گوشش نمیشنوه، چشمش نمیبینه، نفس کشیدنش هم دیگه با خودش نیست، ولی اینو نمیبرن دفنش کنن چون هنوز حیات داره، روح داره. حیات یک همچین مفهوم مقدسیه. اینه که میبینید در روایات ما میفرماید کسی اگر با عمل 70 پیامبر، یعنی تمام هیکل دینش عضله، یعنی ابراهیم علیه السلام و ایوب علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، همه این خوبا همه جمع بشن در یک نفر، عمل همه اینها رو یک نفر انجام بده. خب و بعد بیاد تو صحرای محشر بدون حب اهل بیت و علی ابن ابی طالب، فرمود با صورت میندازنش جهنم. روزی که خدا گل خلایق بسرشت، بالای در بهشت این نکته نوشت: بی مهر علی ورود اکیدن ممنوع، با حب علی بیا که باز است بهشت. چون بهشت جای مرده ها نیست. احسن. بهشت جای حیات. فرمودین عضلات و این همه عضله دیگه عضله دارتر از شیطان باشه 1000 سال. برگردیم اول که نداریم. بله. او نداشت و و بعد از اون من روایت میفرماید که ما من عبد ولا امة یموت و فی قلبه مثقال ذره حبة من خردل حب علی ابن ابی طالب. ای جان.
الا ادخله الله الجنه. این مثل فردیه که تو کماه ولی او رو نمیندازن تو جهنم، یعنی این هنوز زنده است، چون ذره حب امیرالمومنین، چون حیات داره. حیات مفهوم مقدسیه. به به. دقت کردیم؟ الان این روایات معنا میشه. اجازه بدید که پای کلام اهل بیت بشینیم. خیلی خوب. فرمود یا علی، یا علی، لو ان عبدا عبد الله عز وجل، یک کسی خدا را عبادت کند به چه شکل؟ مثل ما قام نوح فی قومه، به اندازه‌ای که نوح در قومش ایستادگی کرد، بگو 1000 سال. تمام این 1000 سال رو عبادت کنه. و کان له مثل احد ذهبا. در عرب وقتی میخواستن نماد عظمت و بزرگی رو مثال بزنن، احد تو ذهنشون بود. شاید الان اگر بود میگفتن اورست مثلا. دقت کنید، به اندازه اورست طلا داشت. فانفقه فی سبیل الله، همه رو خرج کارهای خوب کرد. و مد فی عمره، انقدر عمرش طولانی بشود که حج 1000 عام علی قدمه، 1000 حج رو پیاده به جا بیاره. ثم قتل بین الصفا و المروه مظلوما، بعد بین صفا و مروه به مظلومیت کشته بشود. اون سابقه از عمر، این سابقه از پایان عمر. خب ثم لم یوالک یا علی، ولی ولایت تو رو نداشته باشه، تحت ولایت یک انسان الهی قرار نگیره. لم یشم رائحة الجنه، نه نمیره بهشت، بوی بهشت رو نمیشنه. الله اکبر، الله اکبر. با هیکل تمام عضله دفنش میکنن. با هیکل تمام عضله دفنش میکنن. نه بهشت نمیره، بوی بهشت رو هم نمیشنوه. الله اکبر. اینی که فرمود که والذی بعثنی بالحق لا یقبل الله من عبده حسنه، خدا حسنه ای رو از کسی قبول نمیکنه حتی یسأله عن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. اول دیدید یه نفری وقتی میرسه سر صحنه تصادف، اول علائم حیاتی رو چک میکنه، اگر زنده هست به مشکلات دیگهش برسیم. راست میگی. آره. خداوند متعال وقتی ما میریم اون دنیا اول چک میکنه زنده ایم، بعد به مشکلاتمون میرسه. اصلا بالاترین نعمتی که خدا به بشر داده نعمت حیات دیگه. در معنویت و دین نعمت حیات حب علی ابن ابی طالب. یعنی زنده بودن ماها به این حب و این محبت که اگر داشته باشیم هستیم، اگه نه مردیم. بله. لذا ما میتونیم کارهای خیلی ساده رو چقدر حیات بدیم، مثل حضرت عیسی علیه السلام که به گل حیات میداد. چطوری؟ مثلا یه نفری کفشاشو داره در میاره، این کاریه که هزاران میلیون ها نفر در روز دارن میکنن، ولی این فرد موقعی که داره کفشاشو در میاره میگه که یا علی، شما وقتی که داشتی از دنیا میرفتی به نظم توصیه کردی، اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم. من به واسطه اون توصیه شما کفشامو مرتب در میارم. این ضریب داره میده به اون محبتش، به یه کار ساده ضریب میده. میگم دیگه با بله. تکیه به این محبت حیات میده، یعنی با کفش در آوردن به خدا میرسه. کاری که شیطان با نمازاش نتونست بکنه، کاری که خیلی از ماها با نمازامون نمیتونیم بکنیم.
چون اون محبت حیات نداشت. ارتباطه. ولی یه کار ساده رو با این تو میتونی بکشونی بالا. بله. و چه برسه به تو مثلا شب قدر بگی به علی. بله. اوج. شما عبادت هات رو رب بدی به علی علیه السلام. اون که یه کار ساده بود. الله اکبر. الله اکبر. لذا من بعضی اوقات به دوستانم توصیه میکنم، میگم نگردید دنبال خیلی کارهای عجیب، کارهای ساده‌تون رو رب بدید، حیات پیدا میکنه. آفرین. این یعنی کاربردی کردنه. که عرض کردم یه وقتی گفتم وقتی که میرید صف نونوایی وامیستید نگید برای زن و بچه‌مون میخوایم نون بخریم، بگیم ربطش بدید به امیرالمومنین، بگید برای اون 2-3 نفر شیعه‌ای که تو خونمه میخوام نون بخرم. چه جالب. آره. به خدا قسم مسئولیت شرعی این قسم رو دارم به عهده میگیرم، کسی با این حال تو صف نونوایی از دنیا بره شهیده. انگار تو حرم امام رضا علیه السلام از دنیا رفته. اصلا داریم اینو تو روایت دیگه، کسی که بر محبت امیرالمومنین از دنیا بره من مات علی حب علی مات شهید. یک جمله بود ذکر لب حضرت زهرا، من مات علی حب علی مات شهید. حالا شما اینکه این کارهای ساده رو رب بدی به امیرالمومنین کجا، تا اینکه خود امیرالمومنین رو باش ارتباط داشته باشی، مثل زیارت خود مولا. عجب. اون چه قدرتی پیدا میکنه. یعنی کسی که میره زیارت امیرالمومنین، همین زیارت حرمشون؟ بله. یا منظورتون زیارت مثلا در عالم مکاشفه؟ آقا جون من خونه مولا رو شلوغ کردن. الهی. اومدم خونت خلوت نباشه. آخه اومدم وقتی به فاطمه زهرا سلام الله علیها گزارش میدن چند نفر تو حرمن، به جای 1000 نفر بگن 1001 نفر. این کارها ابدیت ساز آقا. چون حیات بدون مماتی میشه. بله. استاد محمدی شاری تو قبل از شما تو برنامه گفتن که بهش جاییه که دیگه مماتی بعد از اون نیست، تمامه. همش حیاته. و وقتی که همین دنیا کسی وصل کنه خودش رو به این عامل حیات، همین دنیا زندگی رو تجربه میکنه. مخصوصا اگر جایی که هوس گناه هست و به عشق مولا ترک میشه، اون دیگه. یکی به امام حسین علیه السلام یه گل هدیه داد از خادمان آقا. آقا گفتش که تو آزادی. یکی اونجا بود با آقا یه گل بهت داده. فرمود ما اهل بیت کم و با کم جواب نمیدیم. و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها. من نمیتونم کاری رو که نمی کنم رو به کسی توصیه کنم. نمیتونم بگم گناه نکنید. ولی میتونم اینو بگم که روزی یک گناه رو نکنید، مثل یه شاخه گل هدیه بدید به امیرالمومنین. آفرین. یک نامحرم رو نبینید، بگید به حرمت چشمای امیرالمومنین. الهیام. این ربطه پیدا بشه، تمام. جواب سلامی میدن که یا ببین. خدا انشالله زندگی ما رو، همه زندگی ما رو مرتبط کنه با این آدم، رنگ و بو بده با این آدم. مایش فقط یه نیت کردنه. نیت میکنم به این شیعیان قضا بدم، نیت میکنم اون تو مهمونی میوه
دارن میچرخونن اون میوه بدتره رو برداری نیت کنی که یا امیرالمومنین من میتونستم اون میوه خوبه رو بردارم، نظر شیعیانت. این میوه ور نداشتن خیلی عبادت بزرگه. از خدا میخوام که تمام زندگی ما حتی کارهای معمولیمون رو هم به ما یاد بده که نیت کنیم ربطش با امیرالمومنین پیدا بشه، به دلمون بیاد تا زندگیمون همه پر از حیات بشه. الهی آمین. السلام.